و جوهر موردی تاریخ فرهنگ ما و فرهنگ‌های تاریخی جامعه انسانی است. میراث ما، میراث تمدنی ما، همچون جشن یلدا یا جشن چله، از ژرف تاریخ جغرافیای ما سرچشمه دارد. از ژرف جغرافیای تاریخ ما سرچشمه دارد. در دو ساحت، در ساحت مکان و در ساحت زمان، عادتها، مناسبات، رسمها، سنتها و همچون پندارها، گفتارها و کردارهای نیک آنچه ما از زردشت میشناسیم، باور ماورای طبیعی یا متافیزیکی با خود حمل میکنند. این بار متافیزیک زمان تاریخی ما و دقیقاً این زمان تاریخی است که به هستی ما رنگ میبخشد. زمان تنها مقوله فیزیکی نیست که اندازه شود. وقت نمیگذرد، تنها دریاوار نیست. زمان مقوله متافیزیکی و ماورای طبیعی است، مترادف هستی است. واژه‌ای برای گوهر هستی ما که در لحظه حال است. ما در این لحظه حال شاهد زمان تاریخی خود هستیم. زمان تاریخی ما پررنگ است. لحظه حال ما اما بحران است. دهشت است و وحشت است و مرگ است و غم است. ما از ژرف‌های تاریخ، ما در پهنای تاریخ امروز در این لحظه کنونی مواجه هستیم با دهشت و وحشت. این لحظه حال غالبا یک حالت اضطراری دائمی است. هستی ما در این اضطرار می‌گذرد. امروز در کشور ما، افغانستان، خانه هستی ما، زبان ما در بدترین حالت است. انسان‌های بیرون از تاریخ، قبیله بیرون از تاریخ، تبر در دست، خون در دهن، خشم در چشمان بازشان، فریاد زده در رقص‌های شومشان، خلق در خود کمبینی زهرآلودشان در کمین ما نشستند. خانه هستی ما در دهشت است و در وحشت است. ما را اهریمن‌های زردشتی در چنگ خود دارند. بیایید اقلا امشب دور از اهریمن‌ها، آن اهریمن‌هایی که ما در زردشت میشناسیم، و در پناه ژرف‌های زمان تاریخی خود چند لحظه لذت ببریم از این مکان زیبا، از این آواها و از این ژرف‌ها و از این زمان تاریخی و از حافظ شیرازی. تشکر. بسیار تشکر.